الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در درس قبلی اقسام تشریح خودش لغات در اصطلاح خواندیم و درس امروزی که از خود معنای کلمه لا اله الا الله را که با کلمه اله و طاغوت و طواغیت و الهه چی فرق داره ای را میخوانیم و معنای اله در لغت و در اصطلاح عقیده هم میخوانیم و معنای طاغوت هم در لغت و در اصطلاح میخوانیم و فرق بین تشریح و تعیین چیست ای را هم در درس امروزی میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. برادرای محترم، خواهرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از اینکه من درس شروع بکنم یک نکته را میخواستم خدمت دوستا بگویم که مثلا کشور ما و شما 20 سال پیش یا 30 سال پیش یک کشور قلف یا بسته بود. معنیش چی است قلف یا بسته؟ که کسایی که در افغانستان زندگی میکردن یا از خارج، از مذاهب، از دیگه مذاهب، از دیگه افکار، از دیگه پا خبر نداشتن. پس وقت یک جوانی که تربیه میشد، کسی که در افغانستان تربیه میشد، یک راه را میگرفت و علما هم کوشش میکردن که با تقوا باشه، عقیدهش خوب شوه، تعلیمش خوب شوه. به این خاطر مشکلات زیاد نبود. حال کشور باز شد، وسایل در جیب هر کس موبایل است و از طریق موبایل خود و از طریق تلویزیون و از طریق اینترنت با کل دنیا میتونند در لحظه تماس داشته باشه. این تماس و ارتباط با جهان انسان با افکار بسیار عجیب و غریب روبرو میکنه. با کافر، با مرتد، با دین ستیز، با مسلمان ها، با مذاهب مختلف، با اعتقادات مختلف. امرای کل از اینا انسان لحظه به لحظه وقتی که فیسبوک خدا باز میکنه، هر کسی میبینه که چیزهای و معلومات های بر از این گذاشته شده که شاید در خواب هم نمیدیدی. از این خاطر با وجود از اینکه وسایل منفعت‌های خود هم دارن، ضررهای خود هم دارن. منفعتش است که انسان با جهان برخورد میکنه، جهان هم میشناسه، واقعیت‌ها را درک میکنه و در پالوی از این مشکلات خود هم داره که اگر انسان واقعا مثقف نباشه، واقعا از عقیده اسلامی با خبر نباشه، واقعا اخلاص نداشته باشه، واقعا تقوا نداشته باشه، این انسان چی میشه؟ با بسیار سادگی، مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که صبح مسلمان میباشه، دیگر چی میشه؟ کافر میشه. و دیگر مسلمان است 10 بجه شب 11 بجه شب موبایل خود پالید یک نفر آمده ضد دین گپ میزنن، بعضی دلایل میگه و این بیچاره از دین خود، از عقیده خود خبر ندارن، گپ‌های از او رو تصدیق میکنه ولی میخو راست میگفت. یعنی که گفت همین راست میگفت، اقرار به زبان شد، تصدیق بالقلب. ایمان چی رو میگن؟ ها؟ او علیاذ بالله گفت که پیغمبر غلط است. صحیح؟ از این خاطر یک دفعه بر رفیق خود گفت این راست میگن. با زبان اقرار کرد نکرد و امیگه پذیرفت، در قلب خود پذیرفت نپذیرفت.
زبان خود ترجمان قلب است. پس این نفر شام نماز هم خوانده بود، جماعت هم خوانده بود و ساعت 10 بجه چی شد؟ کافر نشد. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و میگه که وقتی میاد در سر امت ما که صبح یک نفر مسلمان میباشه، دیگر چی میشن؟ کافر میباشه. دیگر مسلمان میباشن، صبح کافر میشه. بعضی اوقات مثلا یک نفر از شیشته در تلویزیون یا در یک جای درس احادیث میتن، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک دفعه تعصب از این طور میخوره و تکبر از این طور میخوره و میگه که چیزی که گفت غلط است، یکیش هم قبول نداره. انکار کرد نکرد؟ آمد انکار. از این خاطر وقتی که ما با جهان ارتباط گرفتیم، فکر جهانی، معلومات جهانی، معلومات قوی از مشکلات جهان، اول باید خود تو خوب قوی بسازی از نگاه فکر و عقیده و ایمان، تقوا، اخلاص. اگه نه خبر نباشی که تو آسان از ایمان کشیدید که خبرم نداره، خطر است. یکی. دوم نکته که من میخواستم براتون بگم پیش از اینکه درس شروع کنم، برادرای عزیز، اکثر شما که در درس‌ها اشتراک میکنین دعوتگر هستین و اشتباه دعوتگر مسلمان و جوان مسلمانی که خود دعوتگر میگیرن مثل اشتباه دیگران نیست. سرگف تو مردم اعتماد میکنه و اشتباهی تو بسیار مشکل کلان به جای میره. اکثرا جوانان مشکلشانی است. علما بعضی اوقات وقتی که ابراز نظر میکنه، شما باید پرسان کنید که همین مولوی صاحب چرا قار شده، همین استاد چرا اعصابش خراب است. کتش بشینین و گپایش دقیق گوش بگیرین. او سر مذاهب مشکل نداره، او سر مناهج مشکل نداره. بین حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و سلفی و فلان و فلان و فلان مشکل نیست. پس مشکل از علما را در بین از یا کی جنجال پیدا کرده؟ تو پیدا کردی، لکن تو نمیفهمی که تو پیدا کردی. چرا تو پیدا کردی؟ اول تو پیوستی که دعوتگر باشی خودم مفتی جور کردی. هیچ بشنو امی سیدی های علما را، گردنتان بسته دمی 7 سال یا 9 سال که ما اینجا درس میدیم، دمی کل سیدی های ما که شما شنیدین، کدام روز شما از زبان ما یا اشارتا یا کنایتا توهین کدام عالم شنیدین؟ ما هیچ وقت هیچ عالمی را توهین نمیکنیم. برین از دیگه علما را، ما همیشه علمای بزرگ مثلا صحابه، تابعین، تبع تابعین، بعضی فقها که هست، بر کلشان به نظر احترام میبینیم و میگیم ربنا اغفر لنا و اخواننا الذين سبقونا بالایمان. الله کلشان رو ببخشه، زحمت کشیدن، اجتهاد کردن. برین سی دی های دیگه علما را بشنوین، برین از دکتر صاحب ایاز بشنوین، ببینین کدام روز دکتر ایاز در کدام سی دی خود کدام امام ابو حنیفه یا امام شافعی یا امام مالک یا احمد ابن حنبل یا سرخسی یا سیوطی یا کسی را کدام در مقابلش کدام گپ بیادبی گفته، ابدا نمیفهمید. برین سی دی های مولوی عبدالسلام عابد بشنوید، ببینید کدام روز مولوی عبدالسلام عابد در مورد امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل در مقابل دیگه علما فقها حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کدام نخیر من ندیدیم. برین سی دی های مولوی صاحب ابو عبیدالله متوکل بشنوید که در کدام سی دی خود کدام عالم، کدام مولوی را، کدام امام صاحب ابو حنیفه را، امام شافعی را، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، دیگه علمای احناف، شوافی، مالکی، شافعی کدام بیادبی کردن؟ نخیر. پس کی کرده بیادبی؟
پس کی بیادبی کرده؟ جوانایی هست که حتی از امو شیخ خود هم پیروی نمیکنه. به شما درس میخوانه لکن از ما کرده 1-4 تا ستاره در شانهش زیادتر است. ما هنوز 50 ساله شدیم خورضابط ماندیم و او هنوز وقت مارشال صاحب شده. دل ما را که کفان، این شاگردای ناشاگرد، این دعوتگرای نادعوتگر، این کسایی که خودخواه هستن. شما هم در قصه خوشنامدن ما نباشین، لکن اینمی عملکردتان بد ما میه. اینمی جوان خدا مفتی ساخته و شیطان ساخته و سخنچین ساخته و سخن یک عالمه. مثلا من اگه اشتباهی که اندک از زبان بران ما معصوم هستیم، کدام روز دعوای اسمت کردیم، اون میخیزد تو رو انتقاد میکنه که تو جوان اصلاح شوی، باز تو جوان میخیزی گپ از زیر میبری به مولوی دیگر. جنگ انداختی ننداختی، سخنچین شد نشد، ذوالوجهین شد نشد، لکن نمیفهمه به خاطر دیگه در کجا شیشه در غوندی خیر شیشه که من هیچ اشتباه نکردی. گوشت علما مسموم است نیست. خود علما رو در بینشان انداختی، تو ایجاد مشکل کردی و تو باز میخیزی انتقاد میکنی و باز گپ از زیر به او بر، گپ از زیر بر از او بر. چرا گپ خیر نمیبری؟ حداقل خود ملامت کو بگو بله من ملامت هستم. نکنین بله از خدای کارا نکنین. به خاطر رضایت الله در بین علما مشکلات ایجاد نکنین به نام دعوتگر. به خاطر رضایت الله مفتی خود جور نکنین. مفتی که افتا یفتی افتاءن فهو مفتن، وقتی که افتا میته او عالم است که کل کتابا را خوانده و بسیاری مسائل میفهمه افتا میدن. تو اگر افتا میتی تو از کلمه مفت گرفته شدی. مفتخوران، مفتخوران، مفتخورونه، فهو مفتخوران و هو یفتی بلا علم. چه حق داری که فتوا بدی؟ حق داری کس رو تکفیر کنی؟ من جرأت کرده نمیتونم کس رو تکفیر کنم. من کس را حق ندارم بدعتکار بگویم. چرا؟ میگه بدعتکار کسی نمیگه که اقامه حجت بر ازو کرده باشی، برش خوب شیشته باشی، دلایل گفته باشی، به دلایل قناعت بیتیش و او هیچ دلیل نداشته باشه. وقتی که قناعت بعد از او برش میگه والله نمی نفر باز میکاره کرد، این چی هست؟ بدعتکار است. اما او بیچاره هیچ نمیفهمه، هیچ نمیفهمه. از این خاطر من اگر میخواین که برای دین خدمت کنین، واقعا مسلمانای متدین و مخلص باشین، کوشش کنین که خدا برسانین که خودتان خدا نجات بدین. و اگر میخواین که در بین علمای اسلام دوستی و محبت بیاین، باز میگه والله صاحب همین علما چرا در بین خود جور نمیره؟ خود تو در جنگ انداختیشانه، تو شیطانی کردی، تو سخنش بردی، سخن از این بر از او گفته رفتی، تو رفتی این رو افشا کردی، تو رفتی. خود همین کسی که پشت زلات میگن، زلات علما چی معنی؟ یعنی هر کسی که اشتباه خدا داره، من اشتباه خدا دارم، و تو اگه پشت اشتباه ما بگردی نه، خب میتونی که تمام روز بری دول زده بری که این اشتباه است. کلا ما اشتباه داریم، اما درست نیست. یعنی از این خاطر اکثرا استادایی که انتقاد میکنن خوب متوجه گپایشان باشین، او سر کسی دیگه انتقاد نمیکنه، سر بسیاری علما انتقاد نمیکنه. انتقاد سر تو میکنه که تو را میخوای بفهمانه غیر مستقیم که او برادر، او بچه جوان، تو هستی که بیادبی میکنی در مقابل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تو جوان هستی که بیادبی میکنی در مقابل امام شافعی رحمت الله علیه، تو جوان هستی که بیادبی میکنی در مقابل امام مالک، تو جوان هستی که بیادبی میکنی در مقابل یک عالم و یک اپک بسیار اندک ششونی در مقابل از او بیادبی میکنی و این بیادبی تو سبب از این میشه که عالم میگه که تو از این عالم خدمات از این ببین، مشکلات از این ببین، دردهای از این ببین و تو میخیزی به بسیار گپ و شاید 1 سال بعد 2 سال بعد خودت بفهمی که ما اشتباه کردیم و بینمی اشتباهی تو دنیا را در داده. نکو بیادبی، هیچ بیادبی نکو. در قرآن نگفته که بت‌های مردم دو نزنین؟ گفته نگفته؟ ها؟ گفته که دو نزنین بت‌های مردم؟ بتا گفته دو نزن. کجاست اخلاق اسلامی ما؟ کجاست اخلاق قرآنی ما؟ کجاست عمل ما به قرآن؟ یک کس آمد پیش هارون رشید
برش گفت که هارون رشید گفت بله. گفت دیگه یک نیمچه دعوتگر هست دیگه، دشمن دین. این نیمچه دعوتگر دیگه صاحب آمد هم تو بسیار با تمطراق و هارون رشید عالم است، دانشمند است، شاعر است، نویسنده است، فقیه است، بسیار امیر المؤمنین است، آدم بسیار فامیده است. هارون رشید آمد برش گفت که هارون رشید امیر المؤمنین گفت بله سه. گفت ما میخوایم که یک چند گپ بسیار تن برای تو بگویم. هارون رشید برش گفت که گوش کن برادر جان، الله سبحانه و تعالی کسایی را که از تو کرده بسیار رتبهشان بلند بود، پیش کسی که رتبهش بسیار از ما کرده پستر بود روان کرد، کسی روان کرد که اون نفر رتبهش از تو کرده بسیار بلند است، و پیش کسی روان کرد که او از ما کرده رتبهش بسیار چی بود؟ پایین بود. برش گفت وقول له قولا لینا. او کسی که روان کرد کی بود؟ موسی و هارون علیه السلام. تیز و پیغمبر بودن، پس رتبه از تو کرده چی بود؟ بالا بود. و او کسی که این دو نفر پیشش رفتن او کی بود؟ فرعون بود، از مکه رتبهش پس بود، او دعوای خدایی میکرد، من خود لا اله الا الله میگم، لکن برش الله چی گفت؟ قول له قولا. چی معنی قولا لینا؟ سخنای چی بگو برش؟ خب تو از کجا آمدی که مرا سخنای تون میگی؟ این در کدام کتاب یافتی؟ در کتاب لیننی یافتی؟ در کتاب مارکس یافتی؟ در کتاب یهودی یافتی؟ در کتاب نصارا یافتی؟ در کدام کتاب یافتی؟ در قرآن ما خو این قسم است. پس تو با کدام صلاحیت و با کدام حق و جرأت میخوای که برای من این قسم بگی که بر تو چند سخن تون میگم؟ چرا میگی؟ من از فرعون که بدتر هستم؟ آن رشید گفت برو که نه دین میفهمی نه دنیا را، نه در دین زور داری که دلیل بگویی، نه دنیا که اگه 4 تا عسکر من میل در جان ترایی کنم پوچاقایت بر دعوا بالا میکنم. برو آدمگیری را یاد بگی، دین را یاد بگی، قرآن را بخوان، ترجمه را بخوان. از این خاطر برادرای عزیز، برادرای محترم، من میفهم شما اخلاص دارید. علما بسیاری وقتا که بسیاری علمای بزرگ جهان شیشتیم و بر بزرگترین علمای جهان گفتیم بسیار محترمانه برخورد کردیم، بر از او احترام کردیم، او هم بر ما احترام کرده، گفتیم نظر تو اینی گپ است، نظر ما اینی گپ است، خلاص نظرهای که دیگه خدا قبول کردیم، مشکل ما حل شده، هیچ جنجال پیدا نشد، دوستی، صمیمیت، محبت و الله هم راضی شده. اما با بد اخلاقی الله راضی نمیشه. هر کس فکر میکنه که والا ما کس را دشنام بتم صحیح و ما در دین رتبه میگیریم، غلط میکنه. در دین کس با دشنام کسی رتبه نمیگیره. ما حق نداریم کتاب کسی را دشنام بتیم. شاید نصرانی ها ما را دشنام بتن، ما نصرانی ها را دشنام داده نمیدونیم چون اونا به دروغ میگن که ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم و ما و شما عیسی علیه السلام عیسی خالی گفتن نمیدونیم. در پولیس چی میگیم؟ پس ما علیه السلام میگیم ما حق نداریم برای یک کریستیان ما نمیتونیم دشنام بتیم. با وقتی که کریستیان ها ما ایسا شدیم که ما دشنام داریم و بهشان گفتیم ایم ساری تو بد اخلاق هستی، مولایت بد اخلاق هست، کشیشت بد اخلاق هست، تو را بد اخلاقی رو در داده. دین ما برای ما اجازه نمیده که ما با عیسی علیه السلام بدون علیه السلام نامشان بگیریم. This is our religion. مردکه ایران مانه. یهودی ها میگه ما پیروای موسی علیه السلام هستیم. یهودی ها شاید بسیار دشنام ها بده و توطئه بکنه ما و شما کرده میتونیم چون ما با موسی علیه السلام ایمان داریم و برش میگه موسی علیه السلام. صحیح نه؟ و قرآن ما گفته که حتی برای بت اون دوها دشنام نتین. با کتاب های دیگه دشنام داده نمیتونیم. و رسول ما صلی الله علیه و سلم لعان نبود، فحاش نبود. نه؟ پس لعن گفتن و گپای بی جای گفتن این کیسه؟ اینمی عادت نه در دین ما هست و نه پیغمبر ما اینو قبول میکنه. از این خاطر من یک مقدمه خواهش کردم از دوستای عزیز ما که برادرای عزیز احتیاط بکنین امی هر جایی که بودین امو عالمه که ولو که تو مطابق فقه و مذهبش اگر نبودی هم هیچ وقت حق نداری که امام شافعی را بدون رحمت الله علیه نامش بگیری. صحیح نه؟ امام مالک هیچ وقت حق نداری که بدون رحمت الله علیه نامش بگیری.
چرا رحمت الله علیه میگیم؟ چرا رضی الله عنه میگیم؟ به خاطر از اینکه الله گفته که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين بس دعا کرد. در دعای تو مطابق قرآن عمل کرد. اگر باز کدام اشتباه داشت یا غلطی داشت کی کتش محاسبه میکنه؟ تو محاسبه میکنی؟ ها؟ الله کتش محاسبه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع میکنیم ان شاء الله تعالی. درس امروز ما و شما ارتباط کلمه لا اله الا الله با تشریع هست. خوب فکرتان باشه. لا اله الا الله با شریعت، با قانون، با احکام، با سیاست چی ارتباط داره؟ این درس بسیار مهم است. ما را ذهنهای ما را گدوت میسازید. ما میریم اول حاشیه رو براتون خواندم، باز حالا متن کتاب رو میخونم. خب اهمیت این درس چی است؟ شاید حالا بسیار کسا را بشنوید باید صاحب فلانی مولوی صاحب اقا خوب آدم است. چرا؟ هیچ در مسائل سیاسی غرض. پس این مولوی صاحب معنای لا اله الا الله را نفهمیده. یک کسی دیگه میگه که صاحب من نماز میخوانم، ذکر میکنم، عبادت میکنم، تهجد میخوانم، خب من به سیاست غرض ندارم، من به قانون غرض ندارم، من به این مسائل هیچ غرض ندارم. برش میگیم برادر محترم درس امروز سیریش برش بده در کسی که میگه گفت بگو بیبی که لا اله الا الله چی میگه. پس به خاطری که ارتباط کلمه لا اله الا الله درس توحید است. درس چی است؟ توحید تشریع. توحید چی است؟ خب حال وقتی که توحید تشریع میگیم ببینیم که لا اله الا الله با سیاست، با قانون، با شریعت، با تطبیق اوامر الله، با دموکراسی، با سیکولاریزم، با ایگپا کلمه چی میگه؟ یک نفر میگه من صاحب خوب مسلمان هستم، من خوب دموکرات هم هستم. پس میگم نه لالا وطن دار. درس امروز گوش بگی باز بیدی که تو میتونی که هم مسلمان و هم دموکرات باشی، هم مسلمان هم سیکولر باشی، هم مسلمان هم سوسیال دموکرات باشی، هم مسلمان هم پیرو مارکس باشی. اگر یک بیسوادی گپ میزنه بیسواد است، لکن وقتی که تو تحصیل کرده هستی، درس خواندی، عقیده را خواندی، ببین ارتباطش با کلمه لا اله الا الله. این درس امروز ما اهمیتش به این خاطر است. از این خاطر کسایی که باز این مسئله نمیشن، شاید شما شنیده باشین کلمه ارتداد سیاسی رو شنیدین؟ میگن ارتداد سیاسی. متوجه شدین؟ یکی ارتداد است در عبادت. یک نفر رفت پیش بت سجده کرد. این که پیش بت سجده کرد، این به حساب عبادت چی شد؟ مرتد شد. یک نفر قانون غیر الله را نسبت به شریعت الله ترجیح داد. این ارتداد چی میگن؟ سیاسی. خب حالا میگیم که اساسا ببینیم که این کلمات چی معنی میده. اول وقتی که ما این رو میفهمیم معنای اله چی هست. اله قبلا هم براتون گفتم که علما میگن که الاله کل ما اتخذ معبودا. در معجم وسیط میگن هر چیزی که معبود گرفته میشه او را چی میگن؟ اله میگن. و جمعش الهه میشه. خب صاحب الفروق اللغویه یکی از کتابا هست میگه و سمی غیر الله الها. غیر الله را میگه بعضی مردم اله میگن. علی وجه الخطا میگه یا غلط میکنن. و هی تسمیت العرب الاصنام الهه. میگه عرب ها بت‌های خود الهه میگفتن. بت‌های خود چی میگفتن؟ الهه میگفتن. و اما قول الناس لا معبود الا الله. وقتی که مردم میگه که نیست لا اله یعنی نیست هیچ معبود الا الله، میگه معنای چی است؟ فمعناه ان لا يستحق العبادة الا الله تعالی. میگه عبادت کس مستحق نیست بغیر از الله سبحانه و تعالی. معنای اله در اصطلاح، در اصطلاح قرآن و سنت، در اصطلاح قرآن و سنت خوب فکرتان باشه. یکی است که مثلا میگه فلان عالم گفت، فلان شخص گفت، فلان شخص گفت.
ما میخوایم که اینه میره از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و بفهمیم که اله را چه قسم معرفی میکنن. وقتی که اله در قرآن عظیم شان و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم، اله، رب، پروردگار کسی است که ذاتش عبادت میشه و شریعتش چی میشه؟ تطبیق. شاید شما بگید چون استاد قانون نگفتی، سابق قانون میگفتی، لیکن فکرتان باشه که به اوامر و احکام الله شریعت گفته میشه و قانون بر چیزی گفته میشه که انسان ها ساخته میسازه. از این خواهد احتیاط کنین. کسی که عقیده خوانده شریعت الله را قانون نمیگه. فهمیدین یعنی؟ پس اله کی هست از دیدگاه قرآن؟ کسی که بسیاری کسی را خواه میبره دیگه. بگوین کسی که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. کی هست؟ اله کی هست؟ کسی که ذاتش عبادت میشه و پس چند خصوصیت پیدا کرد؟ یکی یا دو؟ بسیاری کسایی یه اولیش هم میگیره دو میشه. فهمیدین یعنی؟ اله کسی است که ذاتش عبادت میشه، رکوع بر ازو میشه، سجده بر ازو میشه. متوجه شدین؟ ذبح بر ازو میشه، قربانی بر ازو میشه، نظر به نام ازو میشه. اینه چی میگن؟ ذاتش عبادت میشه. شریعتش چی مانه؟ حلال او تعیین میکنه، حرام او تعیین میکنه، خوب او تعیین میکنه، بد او تعیین میکنه، نظام سیاسی رو او تعیین میکنه، نظام اقتصادی رو او تعیین میکنه، نظام تعلیمی رو او تعیین میکنه، نظام تربیتی رو او تعیین میکنه، نظام اخلاقی رو او تعیین میکنه، نظام خانواده رو او تعیین میکنه. اله. فهمیدین؟ پس اگر سیاست عبارت از تطبیق قوانین سیاسی، اقتصادی، نظامی و سیاسی باشه، کلمه با سیاست ارتباط گرفت نگرفت؟ بگوین جدا شد نشد؟ عالم ما و شما من ایست کسایی که در اینجا درس عقیده خواندیم میتونیم بگوییم که ما با سیاست غرض نداریم؟ ها؟ کلمه ما اجازه میته؟ دکتر سعی کنید نظریات علما را براتون بگویم با احادیث و آیاتی که در این باره هست که خوب سرتون خلاص شد. ببینین دکتر عبدالله قادری یک عالم و دانشمند است. چی میگه؟ خوب گپ از این گوش بگیرید. میگه هنگامی که انبیا مردم را به توحید و اقرار به معنای لا اله الا الله دعوت می نمودن، که کل انبیا را میگه. فهمیدید یا نه؟ انبیا چی معنی؟ کل پیغمبرا. میگه دعوت میدانستن و اقوام خود را نیز میفهماندن که معنای آن تطبیق شریعت الهی و تسلیم شدن مطلق به احکام الهی می باشه. تطبیق شریعت الله و تسلیم شدن به شریعت الله. اول باید تسلیم شوی و باز رو چی کنی؟ در کجا تطبیقش میکنی؟ باید سر خود تطبیق کنی، سر خانه تطبیق بکنی، سر قریه تطبیق بکنی، سر منطقه تطبیق بکنی، سر مملکت تطبیق بکنی و بالاخره چون تو خلیفه الله در روی زمین هستی باید در کجا تطبیق بکنی؟ در روی زمین الله تطبیق بکنی. صحیح؟ یک کسی میگه والله صاحب ما خوب فکرتان میگه لطفاً معقولانه برخورد بکنیم در مقابل نصوص قرآن و نصوص سنت. عقل برات الله داده، حس الله برات داده. ولا تقف ما لیس لک به علم. الله میگه که در چیزی که علم نداری دنبال رویه نقی نکو. خفا یقفو به معنای دنبال روی است. به دنبال کسی جاهلانه نرو. ان السمع گوشهای تو الله برات گوش داده، والبصر و چشم تو، والفؤاد و قلب تو، و سایر اعضای بدن تو، کل اولئک کان عنه مسئولا. تمامی از اینا پیش الله مسئولیت داره. وقتی که مسئولیت داره آگاهانه باید بفهمید که اینا
کلمه لا اله الا الله چی معنا میده؟ یک کسی میگه من عادت دارم هیچ وقت کسی از خشونت و از تندی کار نمیگیره، ولو که یک نفر بسیار تندی هم بکنن تا که خدا کنترل کرده میتونم که کس ما جنجال نمیکنم. به خاطر میفهم که این نفری که گپا را میزنه مریض است و ما دکتر هستیم. فرق بین ما و دکترها این است که دکترها مریضای جسمی را تداوی میکنن، ما مریضای عقلی و فکری و روحی و معنوی و ایمانی را معالجه میکنیم. درسته؟ پیش دکتر هم بعضی دکترها مریضای دیوانه وام دارن، یگان مریضای دیوانه ما هم داریم نداریم. از این خاطر دکترها مریضای دیوانه خود با زنجیر مادی بسته میکنن، ما دیوانه عقلی خود با زنجیر عقیده توحید بسته میکنن. باز خدا شور داده نمیتونه. مثلا همیشه کس میگه که استاد والله صاحب مدن جابر انصار و تمیم انصار در شهدای صالحین میخوایم که اینمیجا ترک دنیا بکنم و در این منطقه باشم. قرار پیشمی جابر انصار و تمیم انصار و پیشمی قبر از قرار یک چپرکتک خدا بانم، اینمیجا قرار خدا پرت ملنگ ازمیا باشم ترک دنیا را بکنم. واسه ما گفتم ما جابر انصار و تمیم انصار خوار رابطهشون با دنیا قطع شده نشده، چون اساسا می وقتی که کس فوت کرد رابطهش با دنیا چی میشه؟ انقطع عنه عمله الا من ثلاث، سیزنی صدقه جاریه و اولاد صالح و علم ينتفع به. این خود رابطهش قطع است. اگر رابطهش قطع نمی بود برات میگه که وطن دار سلام علیکم خوب هستی جانک جور است، خوب برات نمیگه من ترجمان جابر انصار تمیم انصار هستم، من شاگردایشان هستم، من گپ برات میگم. بفرمایید چی میگن؟ من گفتم من براتون میگم که جابر انصار و تمیم انصار براتون میگه که دوست عزیز اشتباه کردی. تو میگه که چرا اشتباه کردین؟ برش میگم دوست عزیز تو به خاطر از اشتباه کردی که جابر انصار و تمیم انصار میگه که کابل بسیار اجر و ثواب داره و یا بیت الله شریف ها کجا ثواب داره؟ کلتان به این قناعت دارین؟ خانه تان آباد. خیلی چرا جابر انصار و تمیم انصار در پیش بیت الله شریف یک چپرکتک نمادن، یک چارپایی ترک دنیا نکردن آمدن در کابل؟ به خاطر که ما ترک دنیا در دین نیست. ما باید بیرق اسلام در افغانستان هم این حال اگر جابر انصار و تمیم انصار در کابل شهید نمیشد ما و شما کسایی بودیم خفه نشیم. فرهنگ 5000 ساله داریم، خود 1400 سالش اسلامی است، باقی ماندهش کلش فرهنگای چی هسته؟ کفری هست. هر کس که سیگرت میکشید ما و تو با کلمه ما میرفت پیش سیگرت از دو، چون گوگت بود پدر کلان ما و شما آتش پرست بود، باز برای پلته گوگت نمسته میگفتن. صحیح نیست؟ صحیح یا غلط است؟ ما تاریخ 5000 ساله داریم نداریم؟ چند سالش مسلمان هستیم؟ پیش از او چند سال شد؟ 3600 سال آتش پرست، 14 سال مسلمان. ولی کسایی که زیاد پشت فرهنگ میدوند چیزی زیاد ما کم میگیرن. از این خاطر ما هستیم که نوروز تجلیل میکنیم، ما هستیم که جنده بالا میکنیم. گفتن خب میگن لکن با می فلسفی دقیقش با مت فیلمش مستند کی بیچاره میفهمه. اینا وظیفه دوست که کلیپ بگیری پیش براش چالان بکنی، مجبوری که دینه می کلیپ تو سایت بر من تشریح کو، باز ببین نظرش تغییر میکنه نمیکنه. نمیفهمن، بسیاری کسا نمیفهمن. اکثر مشکلی است که انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن میگه که از الله کی زیاد میترسه؟ یعنی کسی که میفهمه. ولی اینجا بسیاری کسا بیچاره نمیفهمه. پس مردم باید پیش از فهماندن ملامت نکنیم، چرا نمیفهمن. و ما تو کجا او را رفتیم و کجا بر از او عقیده درس داده شده، کجا بر از او همین. مثلا این میگه بگو یک محفل است، یک چند تا اعلان بده ببین که مسجد پر میشه نمیشه. درس عقیده چطور است؟ نه مردم ها
خب باید عقلش بود که درس عقیده خب باید 3-4 هزار نفر بشینن. یعنی ما 58 درس عقیده رسیدیم. شاید همین کسایی که در درسات منظم آمدن از درس اول یاش تعداد بسیار کم است، 5-6 نفر است. یکی در درس 30 آمده، یکی در درس 40 آمده، یکی در درس 50 آمده که استاد در درس چندم رسید والا 55. همین روز در 5 دقیقه بر من این موبایل بود من دستاربندی میکنم. همین کل درس‌های یک ساله ته در ما 5 دقیقه در موبایل بود زنگ میزنه که باز ما یک دستاربندی در عقیده کنم برای من شاهنامه بکنم. نمیشه دیگه. نه باید مردم بشینن بخوانن بفهمن. خب دکتر عبدالله قادری خو گفت فهمیدیم نه ان شاء الله تعالی. آیا صحابه کرام سایتون یک گپ دیگه در قسمت کلمه طیبه در فهم آیات قرآن بعضی اوقات شاید یک کسی بر شما بگه و برادر امی قرآن که تو بخوانی بدون احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله هم تو قرآن خوانده میتونی، لکن قرآن از مشان میگه که نه ای پیغمبر ما تو را فرستادیم تا قرآن بر از ما چی کنی؟ بیان کنی. از این خاطر حتی صحابه نمیتونستن عقیده را درست بفهمن. صحابه باز رسول الله صلی الله علیه و آله چی میکرد؟ تشریح میکرد. سیگون اشتباه یک صحابی بسیار بزرگوار عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه که صحابی هست، عن عدی ابن حاتم خودش میگه، تا که خودش روایت میکنه و خودش میگه که من این تو اشتباه کردم، من آیت قرآن نفهمیدم. باز رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرد؟ تشریح کرد. عدی ابن حاتم چی میگه؟ قال اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما آمدیم پیش کی؟ پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. و فی عنقی صلیب من ذهب، و در گردنم یک صلیب بود. صلیب بخوام میفهمین یه علامت جمع که نصرانی‌ها دارن. من ذهب از چی؟ از طلا. میگه در گردن ما یک صلیب طلایی است. معنیش که ما مسلمان شدیم کلمه خوانده لکن تابال نمیفهمه. بسیاری کسا واره که وقتی که مسلمان هستی باید در گردن علامات کفر کشال نکنی و این نه مسلمان شده بیچاره نمیفهمه. میگه ما آمدیم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و در گردنم چی بود؟ صلیب من ذهب. فقال میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که یا عدی، یا عدی اطرح عنك هذا الوثن، از گردنت این بوتا او سپرتو. خال کلمه خواندی مسلمان شدی این سپرتو. خب عدی رضی الله تعالی عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که یک گپ حق میشنیدن از زبان رسول الله فورا عمل میکنه. میگه و سمعته یقرأ، میگه شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله آیات قرآن میخونه. فی سوره براءه، در سوره براءه آیت شریف است اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه در آیت شریف رسول الله صلی الله علیه و آله چی را میخونه که اتخذوا گرفتن. احبار چی رو میگن؟ احبار جمع حبر است. حبر عالم میگن. اصلا حبر در زبان عربی، اصلا حبر در زبان عربی رنگ میگن و علما را چرا حبر میگفتن؟ به خاطر که اونا زیاد که قلم رنگ سر و کار داشتن. متوجه شدین؟ پس میگه در آیت قرآن میگه که نصرانی ها گرفتن کی را؟ علمای خدا. و رهبانهم و امی کسایی که ترک دنیا میکنن و راهب هستن. صحیح است؟ این راهبای علمای خدا و راهبای خدا چی گرفتن؟ اربابن. ارباب چی را میگن؟ ارباب جمع رب است. یعنی یارا ربهای خود گرفتن، پروردگار خود گرفتن، خدای خود گرفتن، معبود خود گرفتن من دون الله، بغیر از الله. آل عدی ابن حاتم مثل بعض مردم افغانستان که کلمه را چی فکر کرده که الله کسی است که عبادتش شبه، از شریعتش آفرین بی خبر است از شریعتش. خب قال میگه رسول الله صلی الله علیه و آله برای این میفهمانه اما انهم، سعی کنین رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ اما انهم، او مردم فکرتان باشه که یا که در قرآن گفته که علمای خدا و راهبای خدا یا خدا گرفتن، اله گرفتن، رب گرفتن، این معنایش نیست که وارا عبادت میکردن.
اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، اونا را عبادت برشان سجده نمیکردن، برشان رکوع نمیکردن. لکن و چی میکردن؟ کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه، وقتی که اونا برشان میگفتن که اگر در کتاب خود میخوانن که شراب حرام است، عالم برشان میگه که شراب حلال است. ما اعضای پارلمان هستیم، فرمان میدیم که شراب بعد از چی شوه؟ یا از چی کردن؟ پیروی میکردن. و اذا حرموا علیهم شیئا، وقتی که یک چیز برشان علمایشان حرام میکرد ضد کتاب الله، باز او رو چی میکردن؟ و او رو میفتن حرام است. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم خالق متعال که ما و شما میگیم که لا اله الا الله نیست هیچ کسی که عبادت شوه و قانون شریعتش تطبیق شوه الا الله، چه قسم خالق معرفی کرد، رب معرفی کرد؟ که او رب کسی است که احکام از او، شریعت از او تطبیق میشه. در صورتی که عالم بخیزه ضد آنچه که قرآن و سنت گفته قانون بسازه، اگر از او مطابقت کردی حکمت چی میشه؟ اونه مثل الله بید. از این خاطر علامه قرطبی آیت شریفه چه قسم تفسیر میکنه، خوب فکرتان بگیرین که بفهمین که معنای کلمه لا اله الا الله با تطبیق سیاست و نظام الله چی ارتباط داره. علامه قرطبی میگه که آنان یعنی نصرانیان احبار و رهبان را مانند الله گشتاندند، زیرا آنان را در همه چیز اطاعت نمودند. در همه چیز اطاعت. از حذیفه رضی الله عنه در مورد این آیت شریف پرسیده شد که آیا آنان علما و راهبان خیش را عبادت میکردند؟ از حذیفه رضی الله عنه پرسان شد که آیا اونا علما و عبادت میکردند؟ گفت نخیر، بلکه آنان زمان حلال را حرام و حرام را حلال بیان میکردند، ایشان به گفته های آنان یقین میکردند. مثل پارلمان های دمی دنیا که امروز است. هندوستان بری فرض بگید شما شراب میخورین؟ میگه بله ما میخوریم. چقدر مسلمان داریم؟ میگه 200 میلیون مسلمان هم داریم. خیلی شراب کی براتون گفته که سرکا بخورین؟ دکانایش است. گفت بر ما پارلمان ما اینو چی کرده؟ حلال کرده. پارلمان کی جور کرد؟ دموکراسی جور کرد. پس یا خدای خود کی را گرفتن؟ فرعون میگفت که بیاین برای من سجده کنین، یا میگفت نه اوامر و سیاست مرا تطبیق کنین؟ فرعون نمیگفت که بیاین برای من سجده کنین، کسی را موقع نمیم بیاد سجده مرا کن. میگفت تو باید این سیاستی که من دارم، به سیاست قانونی که من ساختم تو ازی پیروی. انا ربکم الاعلا که میگفت به این اعتبار میکرد که من که فرعون هستم که گفتم این چیز خوب است، خوب است، این بد است. فهمیدین یا نه؟ اینا اینی است. قال تفسیر منار چی میگه؟ صاحب تفسیر منار میگه قال الاستاذ الامام، میگه استاد امام چی گفت؟ کان الیهود موحدین. خوب فکرتون بگیرید. میگه یهودیا موحد بودن، یکتا پرست بودن، الله را پرستش میکردن، ولکن کان عندهم شیء هو منبع شقائهم فی کل حین. لکن یهودیا یک مشکل داشتن که اساس شقاوت و بدبختی و کفرشان بود. چی بود؟ هو اتباع رؤساء الدین. مطابقت از کی بود؟ از رهبرای دینیشان بود. فیما یقررونه، وقتی که علمایشان برشان یک گپ فیصله میکرد، و جعله به منزلت الاحکام المنزله من الله. این اوتو گشتانه باشه مثل که این احکامی باشه که از جانب الله نازل شده. گپای علما و رؤسای دین خدا مثل چی جور کرده بودن؟ مثل ازی که از جانب الله نازل شده. از این خاطر تورات کی تحریف کرد؟ اینمی رئیسای دین از اینا حلال الله را حرام ساخت سرشان، حرام چی کردن؟ حلال ساخت و اینا به چشم خود میدیدن و هیچ کس چیزی نمیگفتن. والا راست میگه. خوبه؟ صحیح. خب علامه آلوسی چی میگه؟ در تفسیر ازی میگه والآیت ناعیت علی کثیر من الفرق الضاله الذین، میگه این آیت که است، میگه این نعیه میکنه، یعنی برای انسان غم بیان میکنه از او
فرقه های گمراهی که ترکو کتاب الله، که کتاب الله را ترک کردن، و سنت نبیه و سنت نبی علیه پیغمبر را ترک کردن، لکلام علمائهم و رؤسائهم، به سخنان کی؟ علمای دنیا پرست و رئیسای سیاست پرست، چوکی پرست. یه عالم و این سیاست مدار با هم یک جای شیشتن و یا پیشوریشان کتاب الله و سنت رسول الله گذاشته، ایره نخواندن، ترک کردن و او هرچی گو برش گفت والله سم من فلانی جای هستم، والله می رهبر ما که هرچی گفت ما پشتش میریم. نمیگن امی عالم امی رهبر ما هرچی گفت، اگر رهبر ما والا ما یک جای شب والا ما میگه استاد نه شما خو میگین، شما هرچی که میگین، ما خو یک تصمیم گرفتیم در زندگی. چی تصمیم گرفتی؟ اینمی رهبر ما کت روس رفت پشتش میرم، کت روس جهاد کرد کتش میکنم، کت امریکایی رفت کتش هستم، کت امریکایی جهاد کرد میکنم، ما پشت اینمی رهبر خود میرم. ماشاءالله بسیار خوب طریقه حساب کرد. پس چی شد؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. نمیگه در حالی که سیگونین عمر رضی الله تعالی عنه یک نفر نداشت. ببینید مشکل افغانستان در چی شد؟ مشکل افغانستان در چی است؟ مشکل جهان اسلام در چی هست؟ عمر رضی الله تعالی عنه روزی که خلیفه مقرر میشه در جهان اسلام، برای مردم میخیزه، میگه برای مردم میگه که اگر من مطابق قرآن و سنت عمل کردم مرا تایید کنین، اگر مخالفت کردم مرا منع کنین. ایده خطبه خود میگه در بین اینمی چندین هزار صحابه، مهاجرین، انصار، تابعین، کسایی که هستن ششتن، در مقابل عمر رضی الله تعالی عنه یک نفر میخیزه و برای عمر رضی الله تعالی عنه میگه ای عمر اگر مخالفت امر قرآن و سنت کردی که از شمشیر گردنت میزنیم. کلگی ششته هیچ کس چیز نمیگن. اینا چی میگن؟ یعنی کلشون تقریر کردن این گپ پذیره که ما کل ما امی گپ ماست. کسی ابوبکر صدیق نفر نداشت. من یک وقت در یک جای بودم برای مردم گفتم برادر عزیز وقتی که ابوبکر صدیق خلیفه مسلمانان تعیین شد یک نفر نداشت. عمر رضی الله عنه وقتی که تعیین شد یک نفر نداشت. عثمان رضی الله عنه وقتی که تعیین شد یک نفر نداشت. متوجه هستین؟ علی رضی الله عنه وقتی که تعیین شد یک نفر نداشت. کلگی نفرای الله بودن. کلگی نفر کی بودن؟ از این خاطر بر از اونها میگفتن که ما که تو بیعت میکنیم. بیعت در اسلام چی مانا؟ دست خدا در دست از اون میمانیم. میگه ما ابایعک علی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما که تو بیعت میکنم با کتاب الله و سنت رسول الله که تو قرآن تطبیق میکنی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنی. اگر مخالفت زیر کردی اونمو روز ما تو را از این مقام عزل میکنی. از این خاطر رهبر مسلمانان اولین چیزی که در بیعت که مردم مسلمانان دست هر مسلمان سر دست خدا میمونه با چی بیعت میکنه؟ با کتاب الله و سنت رسول الله. ما و شما چی میکنیم؟ بیعت میکنیم که قوم فلانی را خوب چوکی بیتی. از نیست این مسلمان شد. فهمیدین یعنی؟ عالما و شما راست پرسان که تروار امی افغانستان امیال مردم ها تقسیم نشدن نفر فلانی نفر فلانی نفر فلانی. چند نفر الله هست؟ این یک چند تا چهارما شد بلند که دستایتون اگه نه کلتان نفرای چند نفر الله هست؟ نفر کی هستین؟ خب پس وقتی که نفر الله هستین در زندگی نگوین که من نفر استاد دایی هستم، نگوین که نفر فلانی هستم. خدا در دنب یک کسی کشال فهمیدی یا نه؟ بگو که تا روزی که استاد دایی با قرآن و سنت است من تاییدش میکنم. روزی که مخالفت با قرآن و سنت کرد خارجی ها فهمیدن، امریکا ها فهمیدن که این مردم افغانستان رهبر پرست هستن. تو را غرض نگرفت رهبر تا خرید. کی را خرید؟ از این خاطر اگر شاگردای ما هستین که ما بیعت بکنین بگوین که ما که شما تا وقت هستین که شما با الله و رسولش باشید. روزی که از ما اشتباه دیدی اولین کسی که مخالفت میکنی تو باید باشی. تو باید نفر الله باشی. وقتی که نفر الله بودی هیچ چیزی تو را بازی دادن نمیتونه. خالد ابن ولید رضی الله عنه یک وقت
جنرال اسلام است، قماندان عمومی قوت‌های اسلام است و در روم، امپراتوری روم، اسلام نشر میکنه و مسلمان هست این منطقه رو بگیر، یا منطقه رو بگیر، یا منطقه رو بگیر، یا منطقه رو بگیر. یک دفعه سید عمر رضی الله تعالی عنه شیشته در مسجد که یک 10 نفر از صحابه کرام ریشتفید ها که دیگه کلش همراه خالد ابن ولید است. کسی آمد که صاحب خالد تو کده در بیرون برآمد که خالد. عمر رضی الله تعالی عنه گفت این خالد چیکاره هست؟ کلی میگن این خود نصرت دین الله هست، نصرت دین الله هست. الله تو بیار ورقه کاغذ آورد نوشته کرد از طرف امیر المومنین عمر بن الخطاب به خالد بن ولید. خالد بن ولید چند از امروز منفک است و عوض تو ابو عبیده بن الجراح رهبر مسلمان.